بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. اولی بهار دا گلی سیاگوش میشوم. اولی ماه فوریه دا سفیدی رنگی برف سفید میشی هر سالی. با این سال خیلی ما دهه سانتودا ناحیه دنگره دهه سانتودا بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم. انا برادران عزیز وطن گفتیم. این وطن ما دهه سانتودا. ما درباره دهه سانتودا گپ میزنم برادرای عزیز. دهه سانتودا در کجای و در کجا جایگیره ما یک تا به شما میگم. مرا بسیار میپرسن که تا ای کنگرتی ای قرغان تپه ای قم سنگیری. نه ما ای دهه سانتودا ناحیه دنگره دهه سانتودا. ما باید فخر کنم. ما باید کم کم کاتگی کنم که ما از سنتری تاجیکستانم. برای چی؟ ما سرحد نداریم. این طرف میریم 30 کیلومتر اون طرف بریم اگر دنگره بعد اون طرف دنگره طرف کلوب میروه. این طرف پایان بریم 30 کیلومتر باختره بعد اون تا شهر توز و قبادین و قم سنگیر میشه. این طرف بریم اگر میریم دریا رو میگذاریم بحری سانتودا رو میگذاریم اون طرف که همه بریم یاوان میشه. اوس بعد یاوان با اون طرف دوشنبه. اگر این طرف بریم بالا 30 کیلومتر میریم نورک میشه با هم تا میگذاری بالا. سنتری تاجیکستان با باور نکنید خودتون در اینترنت بزنید اینو ببینید برادران. و جای ما بهشتای با میگم که سانتودای ما بهشتای. برای چی؟ ای همه در پیش بهار میشوه. نه گرمای نه خنک. اینا برادران ببینید. نه گرمای نه خنک. همین جای هستی که اوخی همین فقط بیا تماشا که حلاوت ببر. اون طرف بحر این طرف که همین خمیشوه. بهشت همین خمیشوه. وطن بهشتاسای ما. سربلند باشه دوستان عزیزم. این ما بهار خواستم که پیش همه شما را تبریک کنم. گل سیاه و شفرنگ است. خوراک کبگ دلتنگ است. تا میچنی برادرو گل سیاه و شا اینا. گل سیاه و شا اینا. پارک کنه. اینا. با هر روز اینمی مقصد هر وقت که میام قطعی همین همه بچه‌ام یا میام آخه جو تماشا میکنیم بود هوای تازه حلاوت میبریم. همه تا دعوت میکنیم برادر بیاید دهه سانتودای ما تماشا کنید و حلاوت برید. برای تماشا این بهار همه تا بهار مبارک باشه. زنده باشید. حال یک جا میریم جایی با کم کمک همین نزدیکیات جای تاریخی. ما جای تاریخی رو شما نشون میدم. رفتیم میریم. بادامزار هم هست، گلزار هم هست، پیستازار هم هست، پیستمزار هم هست. همه چیز هست. اینا برادرای عزیز بسیار سوال کردن که بادام گل کده. اینا برادرای غریب برادرای که در تمام دنیا هستن. اینا گلی بادام. اینا زمینهای امکیم ده. اینا همه گلی بادام هست. امکی جان چا کردی امکی؟ داری لای این زمینهای باباگی مالا. اینا امک بچه ما داری لای درست که خطی نویراش. بیا اینا برادرها گلا را تماشا کنه. این بارانی گرمه کیف میکنی. اینا برادرها بادامو را انا دوستان عزیز در وطنای ما اولی بهار دا گل سیاگوش میشوم. اولی ماه فوریه دا گل سیاگوش کشید. با ما همه بچه‌ها سالای کودک بودیم جمع میشیدیم و گلگردانی میکردیم. اگر کسی که گلگردانگی باشه در یادش هست با هر یک خونه همسایه می دروردیم میگفتیم گل آوردیم به مهمانی چقدر گل نمیدانی اگر دانی خالی نمیمونی. با یک اوای نونه یک قنده کنفیت پلیچ میدادن اونا. همین شوی دراز گل میگردوندیم و گلگردانی را گفتم تو نه این گل میخرم. انا برادر عزیز اینا پیش بیار یا که من خودم پیش میبرم بین. اینا کسی میدونه قوزه قرنی میگن رنگ خوچ چخالی که نغوره کو نغوره میگن چی میگن شما؟ این قوزه قرنیه. اینا های خودم میافتم باور کنید به خودم میافتم. این قوزه قرنی کلون میشه قدام کلون میشه. مقصد این قوزه قرنی رنگ خوچ ریزه میکنیشه. اینا میخری این خیر اینا برادر این نوع این بهاره. برادر عزیز چیزی که در همین طبیعت میروید در بهار
خوردنش ممکنه. الف بیگانه را الف چی فرق کردن نکن. تمام. الف بیگانه هستن. مثال چکری باشه. رنگ چکری پری توترون میشه. روشک باشه. چخیر میشه. چهیر. همه چی بخاطر یک بار الف بیگانه داره. اوش اگر بخری آدم میبره. سس بخری آدم ساق و سلامت میمونی. رفتن میگیریم با ما شما نشون دادن میگیریم. رفتن. دوستان عزیز روز هوا که بارید گاوا میخوام او طرفونو مولا اومده استن اینجا ارنده میگن سری زمین میگن این چپاشوخک چون تا مفتا میگن گاو پونه داره گندم رو نخرم انا میرم من تا که مفتا میکنی بریم بار رفتن میگیریم روز هوا بارید شروع بریدن بهار دارن زبی بهار بریدن زبی بهار دوستان عزیز بهار ببینید امروز 25 فوریه برادرها هر سال اقوتان یعنی تنه سفیدی رنگی برف سفید میشه هر سال با این سال خیلی کم روز دیرتر اومد این روز 25 مای این جنیب کم دیگه 23 تبریک میکنیم 23 همه سربازان رو تبریک میکنیم افسران رو تبریک میکنیم افسوس که گذشت 2 روز هیچ گپ نداره ها تبریک میکنیم اینا همه افسران و سربازان رو امروز 25 فوریه دوستان عزیز این بهار سنتودا با جای تاریخی که گفتم وزیر رفتن میگه ما شما نشون دادن میگیرم همیشه به قدرت خدا همین تمیک زری همیشه رنگی برف سفید میشم خیلی بادامی تقدانه میگن که جای هم بادام من خیلی سفیدی میکنم اینو ببینید برای این بادامی تقدانه برای دولنی میکنی روغن شو میکنی میزنی دولنی نول برای هم که مردم سنتودا دولنی نداره یگام تر bez دولنی ها رفتن میگیریم با تماشا Oi,